داوود عابدی آملی متولد 1316 در آمل، مهندس شیمی، کارآفرین و فعال در زمینه تولید محصولات شوینده و مواد اولیه است. عابدی از نخستین فعالان در زمینه راه‌اندازی خط تولید مواد شوینده در ایران با عنوان پدر صنعت شوینده ایران یاد می‌شود. آملی دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. آملی سرانجام در سال 1360 توانست عنوان تاج را از آن خود کرده و کارخانه تولید محصولات شوینده تاج را تأسیس کرد. گروه صنعتی مهد تاج تحت نام صنایع شیمیایی بهداشت متشکل از 9 کارخانه است و علاوه بر تولید مواد اولیه، محصولات مختلفی مانند انواع شوینده لباس، محصولات آرایشی و بهداشتی را تحت نام صاف، تاج، هنکل، شومان را روانه بازار می‌کند. عابدی آملی بارها به عنوان صادرکننده و کارآفرین نمونه ملی معرفی شد و از رئیس جمهور نشانه کار و تولید را دریافت کرده است.